با سلامی گرم از پراگ به همه دوستان و بینندگان بی‌نهایت گرامی رادیو زودی نوید بامدادی تقدیم شما در این صبح با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. ساعت به وقت پراگ رسو 7 است و قبل از آن که من شالگل خوجا با خبرها رجوع کنم، چون همیشه از باد و هوا میگم که نیست برای کار و زندگی ما و شما بی تاثیر نیست. در پایتخت جمهوری چک که از آنجا با شما صحبت دارم هوا ابری خواهد بود امروز و در جریان روز تا 23 درجه گرم می شود. در مسکو مکانی بود و بوش اکثریت مهاجرین تاجیک نیز هوا ابری است و این گونه حرارت تا 23 درجه را تشکیل می دهد. در دوشنبه هوا امروز آفتابی است و روزانه تا 31 درجه گرمی پیشگویی شده است. شرکت فراز با کمیته اندازی تاجیکستان مراجعت نموده تقاضا کرده است که شرکت را برهم بدهد. مسئولین شرکت فراز رسما در صحبت با رادیو زودی این خبر را تصدیق نمودند و گفتند که بعد شکایت و ناراضگی زیاد از طرف مردم و دایره های دیگر مجبور به برهم دادن شرکت شدند. دلارام رحیم و سخنگوی شرکت فراز روز 13 سپتامبر به رادیو زودی گفت زحمت و آبادسازی های شرکت فراز در سمت‌های مختلف کشور به جای منتداری مورد تنقید و شکایت قرار گرفت و مقامات مجبور شدند برای برهم دادن آن اقدام کنند. و گفت فراز به هر کجای دست میزد آبادی میشد، پیشرفت میشد، ولی این تلاش ها نادیده گرفته شده است. دلارام رحیم و افزود شرکت های زیرتابه فراز خود فعال هستند و بعد برهم خوردن شرکت مستقلانه کار خود را پیش میبرند. و جمله افزود در مسئله مراجعت شرکت به کمیته انداز معلوماتنامه مخصوص جای دارد و آن را امکان است که انتشار دهند. ژورنالیستان مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه در یک گزارش در ماه ایون سال 2018 گفتند شرکت فراز متعلق به شمس‌الله صاحب داماد رئیس جمهوری تاجیکستان بوده یک شرکت مونوپولیست است در بازار تاجیکستان و نظارت بسیار بخش‌های سردرآمد کشور را در اختیار دارد. این شرکت اصلاً وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان است ولی تجارتش در عرصه تیب هم دامنه‌دار می باشد. این تجارت جمع‌آوری شیره کمال شروع شده یک سرپنتاری و یا مکان پرورش مرغ‌ها را نیز در اختیار دارد که در تیب برای استحصال پوزهرا استفاده می شود. خب بینندگان عزیز در دوام روز و در برنامه خبری حتما ما به این موضوع برخواهیم گشت، یعنی و فعالیت فراز و تصمیم این شرکت و از این خاطر برنامه‌های ما رو تماشا کنید. اتحادیه اروپا برای 5 کشور آسیای مرکزی 4 میلیون یورو مبلغ علاوه‌ای جدا کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان میگوید هدف از لایحه نو پیشگیری افراطگرایی زورآورانه، مقاومت به تندگرایی و دستگیری واسطه‌های اخباری عامه میباشد. به گفته منبع در دایره مبلغ جدا شده باید سطح کسبی روزنامه‌نگاران و کارمندان مسئول رابطه با جامعه بلند برداشته شود تا آنها اطلاعی پرمحتوا پخش کنند. چون این فعالیت برای مبارزه بر ضد اطلاعات بر دروغ، با بردن سطح آگاهی مردم و اقلیت‌ها، آمدن اطلاعات جوابی و واکنش سهمگذار خواهد بود. آمده است در خبرنامه اتحادیه اروپا. یک خانواده تاجیک که در ابخازیا به سر میبرد بعد به دنیا آوردن فرزند و در دست داشتن سنت‌های آن کشور به تاجیکستان بازگشتن نمیتوانند و آنجا درماندند. شفاعت خان فتح الدین و فیض رحمان پرتویف 2 سال باز در شهر سخومی پایتخت ابخازیا یک جمهوری اعتراف نشده همراه 3 فرزند به سر میبرند. پرتویف پدر خانواده در این شهر در مغازه فروش کوشین‌ها به حیث بارکشان فعالیت دارد. آنها میگویند که سال قبل در این شهر فرزندی 3 را به دنیا آوردند. مقامات ابخازیا به فرزندی آنها که زلای خانم گذاشتند شهادتنامه تولد دادند، اما اکنون اهل عائله با سندها نمیتوانند چیپته خرند و مرزی روسیه را عبور کرده به تاجیکستان پرواز نمایند. در سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند با وجود آنی که بارها از شهروندان خواستند از سفر به این منطقه خودداری ورزند، اما باز هم شهروندان آنجا میرند. ابخازیا و منطقه دیگر گرجستان از سطح جنوبی در آغاز سالهای 1990 از گرجستان جدا شدند. روسیه این دو منطقه را پس از جنگ 5 روزه با گرجستان در ماه آگوست سال 2008 همچون دولت‌های مستقل به رسمیت شناخت. تاجیکستان ابخازیا را به رسمیت نشناخته است و منطقاً سندهایی که این منطقه جدای خواهی گرجستان صادر کرده است اعتراف نمی کند. در گذشته 19 نفر ساکنان تاجیکستان مرز روسیه و ابخازیای اعتراف نشده را عبور کرده در آنجا درمانده بودند. از جمله سال 2013 بیش از 20 نفر مهاجران تاجیکی در
محافظ کار میکردند به خدمات مهاجرت مراجعه کرده بودند که نمیتوانند از این کشور به روسیه وارد شوند. به این دلیل خدمات مهاجرت تاجیکستان با نشر یک بیانیه شهروندان و مهاجران مهنتی تاجیکستان را آگاه کرده بود که بنابر نداشتن روابط و مناسبت‌های دیپلماتی با ابخازیا آنها میتوانند از طریق ترکیه به روسیه وارد شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید باید به کشورش امکان بدهند که مستقلانه به ضد ایران عمل کند. او در این باره بعد ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شهر سوچی صحبت کرده است. گفتگوی دو طرف درباره هماهنگسازی عملیات ها در سوریه روز 12 سپتامبر صورت گرفته است. در جنگ سوریه روسیه و ایران از حکومت رئیس جمهور بشار اسد حمایت میکنند و اسرائیل برای راه ندادن به پایگاه دائمی نظامی ایران در سوریه برها موضعهای نظامیان ایران و گروه های طرفداری آن را هدف گرفته است. بنیامین نتانیاهو گفته است که هماهنگسازی امنیتی بین ما همیشه مهم بود ولی حالا مهمتر شده است، چون سر از ماه گذشته تلاش‌های ایران برای حمله به اسرائیل از قلمروی سوریه جدی‌تر شدند و ایران تلاش دارد در آنجا موشک‌های دقیق رس را برای استفاده به ضد ما جایگیر کند. رهبران روسیه و اسرائیل تقریبا 3 ساعت با هم گفتگو کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در ولایت بدخشان تا پاکسازی کاملی شورش جاری طالبان در این ولایت ادامه می‌یابد. فواد اومان معاون سخنگوی وزارت دفاع به بخش افغانی رادیو زودی گفت دوام 3 هفته عملیات ولسوالی یا ناحیه‌های کران ومجنون، وردوج و یومگان از وجود طالبان پاکسازی شده. این مقام وزارت دفاع افغانستان گفت ارتش افغانستان 200 عضو گروه طالبان از جمله شماری از فرماندهان کلیدی آن را نابود کرده است. آقای اومان از پیشرفت نیروهای دولتی در بغلان و ولایت دیگر نیز خبر داد. گروه طالبان ناحیه‌های ینگ قلعه و در قد ولایت تخور در روزهای اخیر تصرف کرده، اما در مورد این اظهارات معاون سخنگوی وزارت دفاع اظهار نظر نکردند. کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان میگوید در ولایت ختلان یک کودک 2 ساله نجات داده شده است. در وبسایت این نهاد آمده است روز پیش دخترچه سرگرم بازی در پایجای عمقش 2 متری سیمچوب فرو میرود. بعد دریافت مراجعه دسته زود عمل نجاتدهی ریاست کمیته فوق‌العاده فوراً به جای حادثه رسیدند. گفته می شود که پایجای را کارمندان خدمات استقامتی و کمونالی برای جای کردن استون برقی کنده بودند. بنا به گزارش این پایه برق باید در عمق بیشتر از 2 متر زده میشد تا به مقابل بادهای شدید تا باور باشد. با یاری نجات دهندگان کودک در ظرف 3 دقیقه بیرون آورده شد و یاری طبی اولین نیز به او رسانیدند. والدین برای بستری کردن دخترچه خود راضی نشدند. در همین حال کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدنی بار دیگر از والدین خواهش میکند که کودکان خود را به نظارت نگذارند. شبکه‌های اجتماعی و پیامک رسان‌ها به بهترین منبع خبری ساکنان آسیای مرکزی تبدیل می‌یابند، اما اعتماد به آنها در برابر سامانه‌ها رسما کمتر است. این دریافت را در قطار چند نتیجه‌گیری دیگر پژوهشگاه بریتانیایی بستوب جنگ و صلح یا WPR اعلام داشته است. فیسبوک در تاجیکستان و ازبکستان همچون بهترین منبع آگاهی مردم از رویدادهای جهان و این کشورها دانسته شده است، ولی این جایگاه را در قزاقستان و قرقیزستان اینستاگرام اشغال می‌کند. اخیراً هنگام معرفی پژوهش این چیز هم ذکر گشت که روزنامه‌نگاران و رسانه‌های اخباری عام هنوز نتوانستند توانایی شبکه‌های اجتماعی و پیامک رسان‌ها برای نشر خبر و مطالب خود را استفاده کنند. از سوی هم خبرهای دروغ، تبلیغات و زبان خشونت آمیز در این رسانه‌ها به کاربران این باور را نداده است که آنها را به منابع یگانه دریافت خبرها تبدیل بدهند. راه‌های فکسنجی و جدا کردن راست از دروغ تنها اکنون کم یا بیش میان کاربران رواج پیدا می‌کند، در حالی که همه این خلاصه‌ها به وضع شبکه‌های اجتماعی و پیامک رسان‌ها در تاجیکستان نیز خاص است. بازیافت فرق کننده این است که زنان در تاجیکستان نسبت به همه کشورهای آسیای مرکزی کمترین دسترسی را به آنها دارند. ضمناً بینندگان عزیز، همکاران ما قرار است در این باره گزارش آماده کنند و اگر امروز شد امروز و اگر نه در برنامه بعدی ما حتما برای شما این گزارش رو پیشنهاد خواهیم کرد. ولی باید گفت که پژوهشگاه بریتانیایی بستوب جنگ و صلح به وزارت معارف کشورهای آسیای مرکزی توصیه داده است که در فاکولته‌های ژورنالیسم، ملکه‌های کار روزنامه‌نگاران آینده و راه‌های حفظ معیارهای اصیل کسبی در شبکه‌های اجتماعی و پیامک رسانه‌ها را بیاموزند.
و یک خبر ورزشی نیز داریم. به برنامه بازی‌های تابستانی آسیایی که از روزهای 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 در شهر هانگجو چین برگزار می شود. سه نمود ورزش از جمله کاراته، شخپیمایی ورزشی و بیسبال و خود سافتبال اضافه کرده شد. به این ترتیب تعداد نمودهای ورزش به 40 عدد رسید. در بازی‌های آسیایی برای اولین بار ورزشکارانی که برای اقیانوس نیز شرکت خواهند کرد. یادآور می‌شویم در بازی‌های 18 تابستانی آسیایی که سال 2018 در شهرهای جاکارتا و پالمبانگ اندونزیا برگزار شد، ورزشکاران برای 465 مجموعه مدال‌ها عاید به 40 نمود ورزش رقابت کردند. هیئت ورزشی تاجیکستان در این بازی‌ها بیشتر از 100 کس را تشکیل می‌داد که 81 نفرشان ورزشکار بودند. آنها در سبقت عاید به 16 نمود شرکت ورزش، 3 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفتند. و بینندگان عزیز، چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای شما میگوییم که از طرف بانک ملی به طور ضایع تعیین شده است. $1 9 سومانی و 68 درم، 1 یورو 10 سومانی و 62 درم و 1000 روبل روسی برابر است به 148 سومانی و 60 درم، یعنی نسبت به دیروز 60 درم بالاتر رفته است روبل روسی. خوشخبری است برای مهاجران تاجیک که دائم درباره بالا رفتن قرب روبل روسی از ما میپرسند. تشکر میگم بینندگان عزیز که در این صبح صادق در این روز جمعه مبارک ما را همراهی کردید. روز جمعه سعید رو برای شما شاد باش میگیم و در این روز برای شما خیر و برکت میخوایم و امیدواریم که همین گونه ما رو در دوام روز نیز همراه خواهید بود و ما خبر و گزارش‌های مهم و جالب داریم که میخوایم در برنامه خبری به شما پیشنهاد کنیم و امیدواریم که در بخش مستقیم شما رو خواهیم دید. روز خوب داشته باشید و خدا نگهدار.